حمیدرضا فروزانفر نوه خواهر علی خامنه‌ای مدعی است توسط پسر و برادر علی خامنه‌ای تهدید به مرگ شده است. حمیدرضا فروزانفر در گفتگو با حسین کرمانی از ویژگی‌های شخصیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فرزندان، روابط درون بیت و نیز از اختلافات درون خانواده او میگوید. که از ایران خارج شدی و تا وقتی ایران بودی رابطه شما با بیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در چه حدی بود؟ آخرین بار کی اونجا بودید؟ حمیدرضا فروزانفرم من تو خانواده بهم میگن مسعود. بعد از اونجایی که نوه خواهری آقای خامنه‌ای هستم، پدر بزرگ من فامیل شمس‌اللهی رو داشتن، خاطر همین طبیعتاً تبدیل شدم به مسعود شمس‌اللهی. این هویت دوگانه در واقع یه جورایی معنی هم داره، به خاطر اینکه یه جورایی از یه خانواده میام که بسیار بسیار سنتی فکر میکنه، منتها در ادامه با حمیدرضا فروزانفر من بیشتر معنوسم. نوه خواهری آقای خامنه‌ای هستم. مادر بزرگم خواهر بزرگ آقای خامنه‌ای. سال 2008 با ویزای دانشجویی اومدم فرانسه برای ادامه تحصیل. دانشجوی زبانشناسی هستم. آخرین باری هم که ایران بودم برمیگرده به سال 89 اسفند 89 که برای بیماری مادر بزرگم که در بیمارستان بستری بودن به ایران رفتم و آخرین باری که آقای خامنه‌ای رو دیدم و پسراشو تو همون اسفند 89 بود که در واقع دیداری صورت گرفت. داخل ایران تصوری که تو اذهان عمومی از محل زندگی آقای خامنه‌ای وجود داره همیشه تو حاله از ابهامه و یه جوری مرموزه. تلویزیون چیزی منتشر نمی‌کنه، آقای خامنه‌ای هیچ وقت با خبرنگاری گفتگو نکرده که پاسخ بده به این سوالا. اما از دید شما در بیت آقای خامنه‌ای چه افرادی حضور دائمی دارن، چه افرادی رفت و آمد میکنن؟ فضا چی هست؟ من اولین تصویری که تو ذهنم از بیت رهبری هست به زمانی برمیگرده که ایشون تازه به عنوان رهبر انتخاب شده بودن. من کلاس پنجم ابتدایی بودم، 12-13 سالم بود. اولین باری بود که بعد از رهبری ایشون میرفتیم برای دیدنشون. همون قسمتی بود که قبلا دفتر ریاست جمهوری قرار داشت. طبیعتاً تمام پروتکل‌های تشریفاتی همون پروتکل‌های تشریفاتی زمان ریاست جمهوری بود. به تدریج در طول زمان خب به زیادی تغییری کرد اون فضا. یه قسمت زیادی از کسایی بودن که توی ریاست جمهوری کار می‌کردن باقی موندن، منتها در طول زمان کاملا قابل مشاهده بود. در طول 20 و چند سال که ما می‌رفتیم و می‌اومدیم می‌دیدیم که بیت داره گسترده‌تر میشه، هم لحاظ فیزیکی هم لحاظ تعداد افرادی که اونجا دارن کار می‌کنن. طبیعتاً با گسترش در واقع فضای بیت نیازهای جدیدی هم ایجاد شد، به خصوص بعد از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی. خیلی فضای فیزیکی گسترش پیدا کرد. دفتر و اداره و در واقع ساختمان‌های مختلفی رو تو هیته پاسور خریدن و خیلی جالب بود. در طول زمان شما می‌دیدی که مثلا اگر سال 68 یه دونه 2 تا گیت بود برای رسیدن به خونه ایشون، چون فضای فیزیکی گسترش پیدا کرد، این اواخر تبدیل به 6 تا گیت شده بود. یعنی ما از یه مسافت خیلی طولانی‌تری میادیم تا برسیم به همون جایی که همیشه میومدیم و معلوم بود که کاملا زون بندی شده. یعنی یه زون اداری داره، یه زون در واقع نزدیک‌تر داره. مشخصاً تبدیل شده به یه شهرکی که معاونت‌های مختلف داره، دفاتر مختلف داره. معادل هر وزارتخونه‌ای یه دفتری در اونجا قرار داشت که مسئول مربوطه تو همون هیته کاری کار می‌کرد و گزارش میداد. نه به طور رسمی، در واقع دولت در سایه. این که گفتی میتونی چند تا نمونه بگی؟ به طور خاص برادر آقای خامنه‌ای سالها مسئول بازرسی وزارت نفت بود. مسئول بازرسی وزارت نفت فقط یه اسم ساده نیست، کسیه که بر همه چی نظارت میکنه و اگه در نظر داشته باشیم بودجه مملکت در طریق نفت تعیین میشه، با کجا قرارداد بسته بشه، کجا در واقع چه کاری صورت بگیره، کسی که نظارت میکرد، گزارش میداد، کسی بود که برادر خود آقای خامنه‌ای بود. سالها الان دیگه ایشون ثباتو ندارن، منتها سالهای سال آقای حسن خامنه‌ای برادر کوچیک‌تر آقای خامنه‌ای، یا مثلا در مورد وزارت امور خارجه یا در مورد مثلا نهادهای لشکری و کشوری، آدمای یعنی با سابقه‌ای که توی ریاست جمهوری بودن با ایشون بالا اومده بودن، منتها به تدریج سر مراتب چارت اداری گسترده‌تر شد. در واقع من میتونم بگم بهتون که یه دولت، چرا اسمش میگی دولت در سایه؟ به خاطر اینکه عملاً اسمی از رسانه‌هاشون نیست و کسایی هستن که در تصمیم سازی خیلی از مسائل مهم تاثیرگذارن. مثلا فرض کنید در یک وزارتخونه اتفاق میفته، از طریق ریاست جمهوری یا از طریق خود شخص رئیس جمهور گزارشی به آقای خامنه‌ای داده میشه. این آدم کسیه که میتونه در نحوه رویکرد آقای خامنه‌ای دقیقاً مستقیما تاثیر بذاره، برای اینکه آقای خامنه‌ای مسلماً که نمیتونه به همه چیز خودش شخصاً پیگیری بکنه، ارجاع میده به کسی که مسئول مربوطه است و این آدم گزارشی تهیه میکنه و میاره و خب طبیعتاً وقتی که شما به یه نفر اطمینان دارید معلومه طرف کدوم فردا میگیرید، خیلی مشخصه. بنابراین ما یه دولتی داریم که داره کارش انجام میده، یه دولتی داریم که موازی اون دولت ممکنه مستقیما منشأ اثر و تصمیم نباشه اما بسیار تاثیرگذاره.
به صورت بدیهی خیلی‌ها میدونن که خب ممکنه که آقای خامنه‌ای فعالیت، یعنی بیت آقای خامنه‌ای فعالیت اقتصادی هم داشته باشه، ولی چیزای دیگه‌ای بوده. فکر میتونی نام ببرین موردی جزئی تر؟ ببینید علاوه سنی من توی مقطعی نبودم که بتونم مستقیما در جریان قرار بگیرم یا مستقیما در ارتباط باشم. اون چیزی که میتونم براتون بگم فضای بیته و فضای بیت که در واقع میتونه چقدر اجازه سوء استفاده از مسائل رو بده، به خصوص تو مسائل اقتصادی. به طور خاص من یادمه تو دوران دبیرستان هر چنگایی برای دیدن پسرای خامنه‌ای و دیدن خود آقای خامنه‌ای نماز مغرب عشا میرفتم برای نماز خوندن. یکی از به نظر من جاهای خیلی خیلی مهم نماز مغرب عشایی که آقای خامنه‌ای در طول زمانهای طولانی توی بیتش برگزار میشه. یه حالت سرقفلی داره نماز، یعنی هر کسی نمیتونه وارد اون هیته خصوصی نماز بشه که حالا یه تعداد خاصی میتونن شرکت بکنن. سالهای سال یادمه که وقتی میرفتیم آدمای مختلف، آدمایی که شما کمتر تو رسانه ممکنه ازشون حرفی بشنوید، آدمایی که پست سیاسی ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن، وزیر سابق، وزیر دوران خود آقای خامنه‌ای، وزیری که در واقع الان داره کار میکنه، یا کسی که یه زمانی مسئول نهادی بوده و افرادی از این دست می اومدن به طور غیر رسمی، حالا یا در حین نماز یا بعد از نماز جلسه‌ای بود، شرکت می‌کردن و خیلی از اتفاقات، خیلی از گزارش‌ها، خیلی از ارائه نظرها، تبادل اطلاعات تو همون فضا قرار می‌گرفت. این فضای خیلی نگم مافیایی، منتها یه حالت کاملا بسته، یه حلقه بسته‌ای که وقتی می‌خوای رو در با خود آقای خامنه‌ای صحبت بکنی، معمولاً فاصله بین نماز مغرب تا شام خیلی از اتفاقات مهم، خیلی از تصمیمایی که تو سرنوشت همه ما تاثیر داره، واسطه بین نماز تا شام آقای خامنه‌ای گرفته میشه و آدما میان راجع به بعضی چیزا کسب تکلیف میکنن، میان نظر میدن، میان گزارش میدن. در مورد مسائل اقتصادی که شما سوال کردین، طبیعتاً فضای بیت فضای کاملا بسته‌ای، هر کسی مستقیما به این حلقه راه نداره. گفتی که حتی گفتیم یه حالت سرقفلی داره، این میشه بگی یعنی چطور سرقفلی داره؟ یعنی که در طول زمان وقتی که فضای بیت گسترده‌تر شد، آدمای اومدن بین حلقه اول و کسایی که میخوان وارد این فضا بشن قرار گرفتن، یا حالت رانت پیدا کرد و مثلا من اگه میخوام بیام یه چیزی رو مستقیما به آقای خامنه‌ای بگم، مجبورم یه آدمی رو ببینم که اون آدم ممکنه لزوما موافق این اتفاق نباشه یا بخواد مثلا از این موقعیت سوء استفاده بکنه یا منو در این موقعیتی قرار بده که مجبور بشم کاری انجام بدم واسه اون آدم. سرقفلی به این معنا، یعنی هر کسی نمیتونه وارد اون حلقه اول بشه. به خاطر همین جای سوء استفاده رو خیلی خیلی راحت باز میذاره. یعنی من میتونم در واقع در تصمیم گیری‌ها، در دیدار افراد با هم دیگه، در برخورد مستقیم با آقای خامنه‌ای یا کسی که به حال تو اون فضا هستن تاثیرگذار باشم. سرقفلی به این معنا که من میتونم سوء استفاده کنم، میتونم از این راه استفاده بکنم، میتونم اخاذی بکنم، جای هر کسی نیست. به خاطر همین وقتی سیستم بسته است، وقتی سیستم شفاف نیست، وقتی رسمی نیست همه چی، طبیعتاً جای سوء استفاده رو بر همه باز میذاره. برخورد علی خامنه‌ای با اعضای بیت، یعنی به هر حال هر پدر و فرزندی ممکنه به صورت طبیعی یه برخورد خیلی طبیعی با هم داشته باشن، اون فرزند ممکنه یه سوالاتی بپرسه. میخوام درباره خصوصیات حالا صحبت بکنیم. این مهمترین خصوصیات اخلاقی خودت تجربه شخصی بوده که مستقیم ایشونو مورد خطاب قرار بدی و بعد درباره یه چیزی اظهار نظر بکنی؟ فضای بیت، یعنی در اون فضای، حالا ما که در جمعی فامیلی میرفتیم، در همون فضایی که من بودم و میدیدم، خود من به شخصه هیچ وقت جرئت نکردم مستقیما در مورد فلان مسئله جامعهمون مستقیما از آقای خامنه‌ای سوال بکنم. یعنی نه اون اوایل که من حالا نوجوان بودم و کنجکاوتر بودم و بیشتر دنبال کشف این تناقضات بودم، چه بعدها که در واقع بزرگتر شدم، خودم من هیچ وقت به شخص جرئت نکردم این سوال بپرسم. چرا جرئت نکردی؟ یعنی چه چیزی میدیدی که جرئت نکردی؟ فضای بیت فضای کنترل شده است. صمیمیت رو بازی میکنن، میخوان نشون بدن که صمیمیت، میخوان نشون بدن که صله ارحامه، میخوان نشون بدن که مثلا مهربونن. مصنوعی بودنش کاملا مشخصه. حالا این اواخر بیشتر من آزار میداد، اوایلم به نظر من میشد فهمید، مطابق خب کمتر بود تجربه من، شناخت من، فهم من کمتر بود. بنابراین شما این که فکر بکنی مستقیما میتونی خطاب قرار بدی، انتقاد بکنی، حتی به هیچ عنوانی فضا وجود نداره. بحث‌ها و گفتگوها بیشتر با پسرا بود. این که گفتین ارتباط پدر و پسر، از اونجایی که خب به حال توی فضای، حتی تو فضای خانوادگی محافظ وجود داره، محافظ شخصی وجود داره، هستن با لباس شخصی نشستن، به حال در طول زمان من دیگه میشناختمشون دیگه، اینا بودن، پستاشون عوض میشد. فضای نیمه رسمیه. بنابراین تو فضای نیمه رسمی اتفاقی میفته اینه که خب پدر پسر رو خطاب نمیکنه، یا در واقع اگر کسی از پسرا میخواد پدرش رو خطاب بکنه با لفظ آقا خطاب میکنه، با لفظ پدر خطاب نمیکنه. فضا به خشکی دیده‌های رسمی دولتی نیست،
اما اونقدر هم صمیمانه نیستش که ما اجازه داشته باشیم هر کاری که درو میخواد یا هر سوالی که به ذهنمون میرسه، هر رفتاری که درو میخواد انجام بدیم. نکته مهمی که به نظر من خیلی حائز اهمیت، تغییر خلقیات آقای خامنه‌ای در طول زمانه. من یادم وقتی که کوچیک‌تر بودم این اجازه رو پیدا می‌کردیم که هر از چنگایی که با مادر بزرگم می‌رفتیم سر سفره خانوادگی، یعنی کاملا بدون غیر، بدون غریبه، بدون محافظ، همون سفره‌ای که آقای خامنه‌ای خودش میشینه با زن و بچه‌اش غذا می‌خوره، از یه آدمی که خب به هر حال حوصله‌اش بیشتره، حرف میزنه، بحث میکنه، نظر میپرسه، ممکنه حتی سر سفره خانوادگی شوخی هم بکنه، در طول زمان تبدیل شد به یک آدم عبوس، کم حوصله، کم وقت، خشک‌تر. حتی تو اون فضای نیمه رسمی بیتی که به حال 2 بار در سال ما رو دعوت می‌کردن برای دیدار رسمی عید و یکی از روزهای ماه رمضان برای افطاری، این دیدارهای ثابتی بود که در طول سال همه خانواده رو دعوت می‌کردن. هی کمتر و کمتر و کمتر وقت می‌ذاشت، کمتر و کمتر توجه می‌کرد و مثلا اگر یه زمانی کل خانواده دعوت بودن، از یه مقطعی به بعد دیگه فقط صرفاً آقایون دعوت می‌کردن، بعد حلقه رو گسترده‌تر کردن، اعضای فامیل رو بردن جزو کسایی که در واقع ما نمیشناختیم، یعنی هر سال که می‌رفتیم آدمایی توی مهمونی بودن که یعنی فضا عمومی‌تر شد، برخورنده‌تر شد. خب امکان دیدار مستقیم کمتر بود، صحبت مستقیم کمتر بود و کلا این اواخر که دیگه واقعا یه حدی رسیده بود که جذابیت اصلا نداشت. یعنی حتی دیدار آدمایی که ما در طول سال یه بار می‌دیدیم دیگه واقعا به مرحله مشمئز کننده رسید بود، برای اینکه همش دروغ، همش تظاهر، سکوت، حداقل اگه نمیتونی حرفتو بزنی مجبوری سکوت بکنی. حالا میگذره تا میرسیم به سال 88. در درون بیت آقای خامنه‌ای فکر می‌کنین عکس العمل حالا افرادی که اونجا حضور دارن اصلا اجازه ندارن که نظرشون اعلام بکنن، یا نظر همگیشون فکر می‌کنی همون چیزی هستش که آقای خامنه‌ای اعلام کرده؟ اگه منظورتون از اعضای بیت رهبری افراد فامیله، چون بیت رهبری مشخصاً شامل فامیل نمیشه، حلقه کوچیک‌تری از نه منظورم افراد فامیله. به طور خاص سال 88 لحظه تاریخی 2 قسمت شدن خانواده بود. یعنی تمام اون کجدار و مریض رفتار کردن ها، تمام اون تناقضاتی که تو ذهن ماها بود و میدیدیم و نمیتونستیم راجعش حرف بزنیم، عملاً بعد از اتفاقات سال 88 یه جورایی خودشو نشون داد، جوری که واقعا خانواده به 2 قسمت کاملا متفاوت تقسیم شد، 2 شقه شد کاملا. قسمتی که اعتقاد نداره، مخالفه، اما امکان ابرازشو نداره، برای اینکه براش خیلی خیلی گرون تموم میشه، بنابراین سعی میکنه که کمتر تو این فضا خودشو قرار بده، کمتر رفت آمد بکنه، برای اینکه یه حس تنفر از خود آدم ایجاد میشه. یعنی که بری مثلا سر سفره بشینی که آدمی مهمون آدمی باشی که حکم قتل یه آدمو داره صادر میکنه با رفتار و با عمل کردش. چطور متوجه شدی که 2 شقه شده؟ یعنی با شما صحبت کردن، یعنی دیدی، برخوردی؟ ما یه سری تاریخی داشتیم توی خانواده‌مون، یعنی به طور خاص خانواده مادری من، خانواده خاله مادر من که خانم بدرسادات حسینی باشه، همسر آقای شیخ علی تهرانی، و خانواده آقای هادی خامنه‌ای. این یه قسمتی. در قسمت مقابل محمد خامنه‌ای، حسن خامنه‌ای و فرزندانشون در نقطه مقابل قرار میگیرن. تفاوت این 2 قسمت در اعتقاد نداشتن نیست، در منفعت طلبیشونه. یعنی من فکر نمی‌کنم به طور خاص اون قسمت از خانواده‌ام به این نظام، به این حکومت، به این رژیم اعتقادی داشته باشه. اگر چیزی نمیگه، اگر مخالفت نمیکنه، اگر همچنان ادامه میده به تعاملش با بیت رهبری، بیشتر به خاطر منافعی که داره. فرض بفرمایید مثلا بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اگر رئیسش که آقای محمد خامنه‌ای برادر بزرگ خامنه‌ای بخواد در مخالفت حرفی بزنه، بودجه مستقیم نفتی که براش در نظر گرفتن قطع میشه طبیعتا، بنابراین نمیاد مستقیم با برادرش در بیفته و اون سوء استفاده. سازمان بودجهش از نفت تامین میشه. من ردیف بودجه داره و بعد از این مدتی تبدیل کردن به یه سری ساخت و سازها و خرید و فروش‌ها و دست گذاشتن روی یه سری از ملکایی که به پایین‌ترین قیمت خریداری کردن و بعد با یه سری تغییرات فروختن و یک ثروت خیلی کلانی رو حاصل کردن به اسم فلسفه اسلامی. بسیار بسیار اون دم و دستگاه داره میخوره و میبره و کارش هم اینه که به حال سال یه بار یه همایش 2 روزه برگزار میکنه راجع به فلسفه اسلامی، اما عملا همشی بهانه است برای استفاده از موقعیت اقتصادی که براش به طور خاص اگه میخواین اشاره بکنم به سوء استفاده اقتصادی. بزرگترین رانتی که در حال حاضر داره اتفاق میفته و خیلی هم سازماندهی شده هستش، بنیادی که اسلامی صدراست، بنیادی که فکر میکنم سال 76 75 تأسیس شد و یک کنگره برگزار کرد و بعد از اون تحت پوشش بنیاد حکمت اسلامی صدرا در جهت گسترش فلسفه اسلامی تبدیل شد به بزرگترین کارتل اقتصادی موجودی که از بیت مستقیما داره حمایت میشه. طبیعتا یه همچین آدمی نمیاد مستقیما با برادرش در بیفته. یا مثلا سید حسن خامنه‌ای که سالها رئیس بازرسی وزارت نفت بوده و مستقیما اون زمانی هم که وزارت ارشاد بوده، امین آقای خامنه‌ای در وزارت ارشاد بوده، در مورد موسیقی، در مورد سینما، در مورد کتاب، مستقیما این آدم بوده که
رفت آمد می‌کرده و اطلاعات در اختیار قرار میداده، طبیعتا این قسمت نه در میفته نه مخالفت میکنه، برای اینکه منافعش از این راه داره تامین میشه. مواضع خانواده آقای تهرانی کاملا مشخصه، در طول زمان معلومه که چه نگاهی داشتن، چه مواضعی داشتن. خانواده ما به هیچ عنوان در هیچ کدوم از پست‌های دولتی هیچ وقت شرکت نداشته. پدربزرگ خود من هیچ وقت وارد سیستم نشده، برای اینکه وقتی وارد میشی، وقتی نمیتونی تغییر ایجاد بکنی، خودت عضو سیستم میشی، خودت عضو مجموعه میشی، خودت به همون چیزی که بهش انتقاد داری ازش بدت میاد آلوده میشی. طبیعتا بزرگترین توصیه پدربزرگم من این بود که وارد این کار نشو، وارد سیاست نشو، بکش کنار کاملا از این موضوع. و دایای من، مادر من، خانواده مادریم کاملا جدا از فضای این دو قسمت سیر تاریخی داره، همیشه بوده. حالا در سال 88 طبیعتا مقدار زیادی با روشن شدن مواضع، با بروز اعتراضات در عرصه عمومی، طبیعتا این زاویه خودشو بیشتر و بیشتر و بیشتر نشون میده. با کدوم یکی از فرزندان آقای خامنه‌ای شما همبازی بودین؟ کدومشون رو بهتر میشناسید؟ آقای خامنه‌ای 4 تا پسر داره، 2 دختر. علاوه سنی من با مسعود و میثم، 2 تا پسر آخر آقای خامنه‌ای، هم سن و سال هستم و بیشتر با اینا رفت آمد می‌کردم. بحث و گفتگو رفتن، حالا هم بازی بودن به اون معنا نه، چون در تمام طول مدتی هم که ما بچه بودیم آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود و طبیعتاً رفتن اومدن بازم سختی‌های خاص خودشو داشت. منتها علاوه سنی و مقطعی که درش قرار داشتیم، من بیشتر با مسعود و میثم در ارتباط بودم. مصطفی خب خیلی بزرگتر از ماست، ارتباط مستقیم من هیچ وقت نداشتم. مجتبی به طریق دیگه خیلی در ارتباط نبودیم. این یه مقدار زیادی برمیگرده علاوه بر اختلاف سنی، دلیل اختلاف سنی که وجود داره برمیگرده به خصوصیات اخلاقی خود مجتبی. ایشون چند سال بزرگتره؟ از من فکر می‌کنم چیزی حدود 10 یا 15 سال بزرگتره. دلیل اصلیش فقط سن نیست. اصولاً بین پسرای خامنه‌ای از همه مرموزتر و از همه تودارتر و از همه موذی‌تر، اگه بشه این کلمه استفاده کرد، مجتبی است. برای اینکه خیلی کمتر توی همون مهمونیایی که بوده شرکت می‌کرده، کمتر وارد بحث می‌شده، بیشتر گوشه‌گیری می‌کرده. یه مقداری تو دوران کودکی به خاطر مریضیایی که داشته، به خاطر مشکلات جسمی که داشته. چه مشکلات جسمی؟ مشکل کیسه صفرا داشتن و مشکل سیستم گوارشی که میدونم که عمل کردن و حتی بسیار بسیار یه مقطعی رنجور و لاغر بود و مشکل خیلی حاد داشت. بعد مثل اینکه با درمان بهتر شدن. به خاطر مشکلات جسمی که در دوران کودکی و نوجوانی داشته، بیشتر مورد توجه خانواده بود. یه جور عزیز کرده خانواده است. مصطفی خب شرشورتره، مسعود یه جوری دیگه، چون مسعود تنها پسر آقای خامنه‌ای که تحصیل دانشگاهی داره. یه مقداری با مسعود بیشتر میشه راجع به مسائل جامعه صحبت کرد. یه مقداری فضا بازتره. شاید به خاطر اون تاثیر دانشگاه و سیستم آکادمیکی که، چون همه پسرای خامنه‌ای تحصیل حوزوی دارن. حتی خود مسعود که دانشگاه درس خونده. از این لحاظ که به هر حال خب با فضای جامعه، فضای دانشگاه بیشتر در ارتباط بوده، راحت تره. میثم هم که در واقع تنها پسریه که کوچکترین پسریه که اصولاً علاوه سیاسی یا از لحاظ اجتماعی خیلی تو این فضاها نیست، یعنی خیلی کم من دیدم که راجع به این مسائل بشه باهاش صحبت کرد. همزمان با این پسرا من با حامد برادرزاده خامنه‌ای، پسر حسن خامنه‌ای، هم همسنم، اختلاف سنی خیلی کمی داریم. خب بیشتر دوران کودکی من با حامد گذشته، یعنی چون مقطعی که توی مشهد خانواده مادر آقای خامنه‌ای زندگی می‌کردن، در قید حیات بودن، میرفتیم برای تابستون، برای تعطیلات. یه فضای جمع و جور کوچولوی خانوادگی بود که همه بچه‌ها با هم دیگه تو سرکله هم دیگه می‌زدن، از جمله حامد، از جمله من، از جمله دختر آقای هادی خامنه‌ای، بعضی اوقات میثم، خیلی کم البته، و مسعود. منتها خب با به عرصه رسیدن ماها، با وارد جامعه شدنمون، سنی که پر از سوالیم، سنی که پر از تناقضیم، من بیشتر با مسعود و میثم و یه مقداری با حامد در کشاکش بحثا و گفتگوهایی که با هم داشتیم در ارتباط بودیم و صحبت می‌کردیم. یکی از چیزهای خیلی جالبی که وجود داره در مورد خانواده آقای خامنه‌ای، عروسی این 4 تا پسر و 2 تا دختریه که ایشون دارن. من خیلی دیدم دور و بر میگن راجع به ساده زیستی، راجع به شکل و شمایل و فرمی که احتمالاً یه عروسی مثل این میتونه داشته باشه. خب میدونن، فکر میکنم مردم، که آقایون پسرها از چه خانواده‌هایی در واقع. میشه اول به ترتیب ازدواج فرزندان آقای خامنه‌ای رو بگین، بعد حالا تفاوتایی رو که اطلاع دارین. مصطفی از خانواده آقای خوشوقت همسر رو انتخاب کرده. آقای خوشوقت دیگه الان مشخصه برای همه که از روحانی بوده که تو وزارت اطلاعات حکم قطع صادر می‌کرده. طبیعتا مشخصه که از چه خانواده‌ای با چه دیدگاهی اومده. پسر دوم آقای خامنه‌ای مجتبی از خانواده آقای حداد عادل دختر گرفتن.
و مسعود هم که با خرازی ها وصلت کرده. آقای میثم هم دختری که از بازاریای مهم تهران رو گرفتن. بشرا دختر بزرگ آقای خامنه‌ای با پسر آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر ایشونه و سالهاست با آقای خامنه‌ای در ارتباط از دوران ریاست جمهوری و یه جورایی دست راست آقای خامنه‌ای هم به حساب میاد. منتها بیشتر در کارهای دفتری و رسمی و اداری رفت آمد دارن. خیلی تصمیم ساز نیست آقای محمدی گلپایگانی. و هدا هم با یکی از خانواده‌های بازاری تهران ازدواج کردن. شوهر هدا هم یکی از افراد مهم بازاریه. چیزی که خیلی مهمه این وسط سیر تطور این عروسی‌هاست. من قشنگ یادمه که عروسی مصطفی یه عروسی نمیشه گفت ساده، یه عروسی آخوندی، یه عروسی که مسلماً چیزهایی که برای مردم عادی جزء چیزای شادی بخش به حساب میاد وجود نداره، اما به هیچ عنوان ساده نیست. یعنی یه تعداد زیادی مهمون دعوت اومدن از جاهای مختلف، از آدمای دولتی و لشکری و کشوری و فامیل و این حرفا، یه جمع خیلی زیادی، زنان و مرد کاملاً جدا با یک پروتکل تشریفاتی خیلی معمولی، اما حجم زیادی مهمون وجود داره. بعد جلوتر که میایم مجتباست، بعد مسعود، بعد میثم. به تدریج هر چی جلوتر که میایم بیشتر شبیه عروسیای خودمون میشه. یعنی عروسی مصطفی بیش عنوان فیلم برداری وجود نداشت. آقای خامنه‌ای خیلی رسمی اومد نشست، همه کار قبلا انجام شده بود، با یه صلوات و با یه شیرینی ساده همیشه تموم شد. اما توی عروسی میثم و مسعود ما دوربین فیلم برداری داشتیم. آقای خامنه‌ای بسیار بسیار به عنوان مدعو اومد توی جمع با همه خوشو بش کرد. فضای شادتری وجود داشت. یه مجلس عروسی فقط میشد گفتش که چیزه، باز هم در چارچوب آخوندی برگزار شده بود، اما تجملاتی تر بود. من فقط دارم مقایسه میکنم. یعنی چیزی که مهمه این وسط اینه که در همزمان شدن با تغییراتی که تو جامعه اتفاق میفته اینها هم تغییر کرده. بعد به طور خاص عروسی دخترها خیلی عروسی به روزی بوده کاملا. یعنی حتی تو مثلا من خب شرکت نداشتم تو مدرسه زنانه چون جداست کاملا، اما فضایی کاملا به روز، خیلی طرز لباس پوشیدن خیلی علمود، دخترها لباسای باز، تو فضای زنونه مد روز آرایش کرده، مد روز لباس پوشیده، چیزی که حتی برای خانواده خود من یه مقداری عجیب بود. یعنی شوکه شده بودن که خب مثلا این همه لباسی که علالقاعده باید مصداق تهاجم فرنگی به حساب بیاد، حتی در مجلس زنانه چجوری ممکنه توی مثلا عروسی دختر آقای خامنه‌ای یا تو جمع زنانه مهمونای بیت رهبری دیده بشه؟ این چیزیه که تناقضی که وجود داره. یعنی دختر خود آقای خامنه‌ای همچین لباسی پوشیده بود؟ آقای خامنه‌ای همچین لباسی پوشیده بود. من با واسطه نقل میکنم و جالبه، اشکالی هم نداره به نظر من. اینا یه جورایی نشون دهنده همراه شدن با جامعه است. منتها اگر برای اینها مجازه، برای جامعه مجازه. اگر ما اینا رو به عنوان مصادیق تهاجم فرنگی مطرح میکنیم و بابتش در واقع مردم رو زیر سوال میبریم، بنابراین برای اینها هم در واقع ناپسند به حساب میاد. میتونم نقل بکنم از خانواده‌ام که مثلا برای خرید اگه پاساژ رو قرق میکنن، خانواده آقای خامنه‌ای میرن برای گرفتن اون خریدی که دارن، قبلا چک و خنثای خاص انجام میشه، اینا میرن با سر صبر خرید میکنن، یا از بهترین فروشگاه اروپا سفارش میدن براشون میاد. اینا چیزایی نیستش که قبلا وجود داشته، اینا خیلی اخیره. فکرشو بکنید توی فضای بسته مثل بیت، تنها جایی نمایش دادن، تنها جای خود رو به عرض دید دیگران گذاشتن مهمونی زنانه است. بنابراین یه اتفاق افراطی میفته. یعنی اون چیزی که بر دیگران حرامه در جمع‌های زنانه مجازه، برای خانواده رهبری مجازه. چیزی که دخترای ما به خاطرش توی خیابونای تهران دچار مشکل میشن، در جمع‌های خصوصی زنانه بیت رهبری و آشناهان و فامیل هاشون مجازه. یک بام و دو حواس. البته با زمان جلو اومدن، نکته‌ای که من همیشه میپسندم، اشکالی هم نداره خانواده رهبری با زمان جلو بیاد، منتها به شرطی که ذهن بازتری باشه. اینو برای همه بپذیره، نه صرفاً برای نزدیکان خودش. سال 89، حالا برگردیم به سال 89 که برگشتیم برای آخرین بار ایران، با کدوم یک از فرزندان آقای خامنه‌ای صحبت کردیم و درباره چه مواردی؟ من با حامد و مسعود یه بحث و گفتگو مفصلی داشتم. مجتبی دیدم، میثم رو تو اون دیدار نتونستم ببینم، نبود، و خیلی گذرا و در حد خیلی کوتاه خود آقای خامنه‌ای رو در حد احوالپرسی دیدم. چون جلسه وجود داشت اون شب، جلسه خیلی مهمه بود، حالا اگه خواستیم راجعش مفصل صحبت می‌کنیم. با مسعود مفصل صحبت کرد راجب، من خب چون اولین بار بود که از اروپا برمیگشتم به ایران، راجب فضای اروپا، راجب فضای علمی، فضای جامعه ازم سوال کرد. من نقطه نظری که داشتم منتقل کردم. در مورد فضایی که تو ایران اتفاق افتاده بود مستقیما نمیشد انتقاد کرد از مسعود، منتها منظورتون درباره اتفاقای بعد از انتخاباته؟ اتفاقات بعد از انتخابات، بعد مستقیما نمیشد سوال کرد، انتقاد کرد. منتها سعی کردم پیرامونش تا اونجایی که میتونم نزدیک بشم به موضوع و بحث بکنم. سوالی که ذهنم خیلی مهم بود پرسیدم، این که آقای خامنه‌ای که از آقای احمدی نژاد اینجوری حمایت مطلق کردن،
در واقع جورایی همه جانبه جلو پشت آقای احمدی‌نژاد وایسادن. اگر احیانا احمدی‌نژاد دچار مشکل بشه کاری بکنه که بیت رهبری باش مخالف باشه، موافق نباشه، اتفاقی که بعدها دیدیم خیلی زیاد افتاد. موضع رهبری چیه؟ موضع بیت چیه؟ جوابی که آقای مسعود داد خیلی جواب جالبیه. گفتش که مسئله به اون سادگی شما فکر می‌کنید نیست. اینجوری نیستش که صرفاً یه حمایت باشه. در یک صحبت یه بحث بیشتر حالت متشنج هم پیدا کرده بوده با مجتبی، من با واسطه نقل می‌کنم، وقتی اعتراض میشه به برخوردی که با مردم توی چه کسی اعتراض می‌کنه؟ یکی از اعضای خانواده من. وقتی اعتراض میشه به اتفاقی که توی خیابون افتاده و برخوردی که دارن با طرفدارای موسوی و کرومی میکنن و به طور خاص خشونتی که تو خیابونا وجود داره، مجتبی این جمله رو استفاده میکنه، میگه که ما خیلی ملاطفت آمیز برخورد کردیم، باید اینا رو بسوزونیم تو خیابون. من مقایسه میکنم با روندی که 10 سال پیش 15 سال پیش بیت رهبری داشت و در همون موقعیت آدم دوباره قرار میگیره. همه چی عوض شده. نقش مجتبی خامنه‌ای به عنوان نقش اداره کننده است، به عنوان مدیر جلسه است، به عنوان هماهنگ کننده است، چیزی که در چند سال پیش نبود. نقش مسعود خامنه‌ای دقیقاً همینه، نقش مصطفی همینه. من نگاه مقایسه‌ایه. مسئله‌ای که به نظر من خیلی خیلی مهمه و مشکوکه و بعد راجبش خیلی عمیق‌تر صحبت کردیم که در راستای این فضای عمومی جامعه چه اتفاقی داره در یه لایه عمیق‌تر میفته. ما می‌دونیم که آقای خامنه‌ای سنش داره بالاتر و بالاتر میره و طبیعتاً خیلی سال‌های زیادی نیستش که از عمر ایشون باقی مونده باشه. به هر حال دیر یا زود ایشون میمیره. چه اتفاقی برای نظام میخواد بیفته؟ چه کسی قراره این حکومت رو در دست بگیره؟ مجتبی داره خودش آماده میکنه واسه جانشینی، منتها این یک رونده. یعنی اینجوری نیستش که ایشون مثلا بلافاصله بعد از پدرش بتونه سکان رو به عهده بگیره. اتفاقاتی باید بیفته تا این امکان رو علاوه در واقع سیاسی و اجتماعی بده به مجتبی، بده به اون مجموعه‌ای که میخواد مجتبی رو انتخاب بکنه. من به نظرم مهمترین دغدغه نظام ریاست جمهوری 92 یا پست‌های بعدی ریاست جمهوری یا اون چیزی که در جامعه داره میگذره نیست. پیدا کردن راه حل و نسخه‌ایه که بتونه مسئله جانشینی خامنه‌ای رو حل بکنه. این مطرح شده، برخی حتی از سیاستمدارای داخل ایران مطرح کردن که برخوردی که آقای خامنه‌ای با آقای موسوی سال 88 داشته یک مقدارش برمیگرده به اون برخوردی که زمان نخست وزیری آقای موسوی با پادرمیون آقای خمینی حل شد. این تصمیم گیری‌ها فکر می‌کنید تا شاید بر اساس ایدئولوژی است تا شاید بر اساس حس ممکنه کینه، انتقام یا همچین چیزی؟ من نقل از خاطراتی میکنم که شنیدم از اطرافیانم. در دوران کودکی نوجوانی آقای خامنه‌ای همیشه توی خانواده نفر دوم بوده. پسری بوده که همیشه مورد عتاب قرار میگرفته. علاوه شخصیت در واقع آب زیر کاه، مرموز و در واقع بدجنسی داشته. کینه‌ای بوده. به طور خاص اگه بخواید این کلمه رو استفاده بکنید، شخصیت بسیار بسیار انتقامجو، کینه‌کش داره آقای خامنه‌ای. بسیار آدم کینه‌ای هستش و به تدریج در طول مسیر مبارزاتیش هم اگه نگاه بکنیم هیچ آدم مهمی نبوده. قبل از انقلاب هیچ اثر خاصی از آقای خامنه‌ای در طول دوران مبارزات وجود نداره. تا اوایل انقلاب که به عنوان امام جمعه تهران انتخاب میشه، تازه حتی جزء اون نماینده شورای رهبری هم در اول انقلاب از طرف آقای خمینی انتخاب نمیشه. حسابشو بکنید این آدم با این سابقه شخصیتی که با جزئیات میشه راجبش مفصل صحبت کرد اگر بخواید، میاد میرسه به در واقع ریاست جمهوری و اون ماجرای معروف با خمینی. این آدم بعد از مرگ آقای خمینی تبدیل میشه به رهبر انقلاب. من احساس میکنم که به طور خیلی زیرکانه آقای خامنه‌ای آدم باهوشیه، در این حال آدم کینه‌ای به حساب میاد. خیلی خیلی با زیرکی، با هوش، با فراست با آقای هاشمی رفسنجانی در دوران اول ریاست جمهوری، دوران آقای هاشمی رفسنجانی مدارا میکنه، برای اینکه تازه اومده سر کار، تازه اومده رهبری به دست گرفته و لازم داره که بتونه جای پای خودش رو محکم بکنه. این رویکرد در دوران خاتمی یه مقداری در واقع متفاوته. در دوران احمدی‌نژاد که کاملا عرصه رو در اختیار گرفته، 3 دوره ریاست جمهوری 3 تا رویکرد کاملا متفاوت. رهبری که خیلی رسانه‌های ایران تلاش میکنن ازش یک تصویر فرزانه‌ای بسازن، یک تصویر اهل فکر و فرهنگ و هنر و با ذوق بسازن. بازم با واسطه نقل میکنم، توی محافل خصوصی بسیار بسیار آدم کلوفگو، لومپن معاب و حتی بعضی اوقات خارج از فرم و قاعده محاوره عادی صحبت میکنه. منظورم با افراد درجه 1 خانواده است، مثل برادر، خواهر. بازم تاکید میکنم شوخیایی که مثلا میکنن یا تیکه‌هایی که میندازن یا معاشرتایی که میکنن اساسا متفاوت با اون چیزیه که ما در عرصه رسانه میبینیم. اساسا متفاوت با اون چیزیه که ما حتی در محفل‌های نیمه رسمی که
دعوت میشدیم میدیدیم. دو تا تصویر کاملا متفاوته. واقعا یعنی تو صحبتشون با فامیل درجه یک مطلق هم میگه آقای خامنه‌ای؟ بله، توی جمعای خیلی خصوصیشون، تو افراد درجه یک فامیل یا دوستای خیلی صمیمیشون، مثلا زمانی که من با واسطه نقل میکنم، زمانی که برادرش واسه پیپ چاق میکنه، تو اون محفلی که 4-5 نفر حق حضور در اون محفل رو دارن، شوخی جنسی هم حتی میشه. یعنی تصویری که رسانه‌های ایران از این آدم میخوان بسازن و در نقطه مقابلش تصویری که نیروهای مخالف با خامنه‌ای میخوان بسازن در دو سر طیفه. یه عده از این آدم یک فرشته در واقع نجات دهنده بی عیب و نقص تو ذهنشون شکل میگیره، یه عده این رو قولی که تمام مشکلات جامعه ایران از اون ناشی میشه در نظر میگیرن. تصویری که من از این آدم دارم یه تصویر کاملا زمینی، معمولی، مثل همه آدمایی که دارن زندگی میکنن، مشکلاتشون، نگاهشون، تناقضاتشون، کار عادی روزمره زندگیشون، غیبت کردناشون، تهمت زدناشون، نصیحت کردناشون، تمام چیزایی که اصلا هیچ چیز ماورای زمینی در این آدم وجود نداره، چیزی که رسانه‌های ایران خیلی دلشون میخواد بهش پروبال بدن. آقای فروزانفر فکر میکنید چقدر برای آقای خامنه‌ای مهمه یا تلاش میکنه که حتی در بین مخالفان خودش این تصویر رو به وجود بیاره که حرف اول و آخر رو تو امور یا تصمیم گیری ها او بزنه؟ بسیار زیاد. حتی حاضره که چهره منفور اما کاریزماتیکی از خودش توی ذهن مخالفاش داشته باشه، اما این باور رو در اذهان دیگران ایجاد بکنه که اونی که همه تصمیم‌ها رو میگیره، یا اگر قرار باشه مشکلی حل بشه از طریق او باید حل بشه، همه راه‌ها اول آخر به او ختم میشه و بسیار بسیار براش این تصویر ارضا کننده است. یک بار در یک جمعی نشسته بودم من همراه با برادرش حسن خامنه‌ای، پسرش حامد و آقای منافی رئیس سابق محیط زیست ایران در زمان ریاست جمهوری خود آقای خامنه‌ای. فاصله بین دو تا دیدار عمومی بود. صحبت شد راجع به فضای رسانه‌ای و روزنامه‌ها و صدا و سیما و اینکه آقای خامنه‌ای اظهار نارضایتی می‌کرد از اینکه بعضی اوقات تو صحبتاش تیترایی که از صحبت‌های اون نقل می‌کنن اصلاً بیان کننده و بازگو کننده مطلب اصلی نیست. مثال می‌آورد، میگفتش که رسانه‌های خارجی وقتی که من حرف میزنم صحبت منو تیتر میکنن و انگار اونا بهتر از رسانه‌های داخلی حتی صدا و سیما میفهمن که من چی میخواستم بگم. لب اصلی مطلب رو اونها بهتر استخراج میکنن و راحت‌تر و درست‌تر تیتر میزنن و بسیار از این فضا ناراضی بود و بعد در ادامه چیزی که در این فاصله شکل گرفت توی بیت رهبری به وجود اومدن یک واحد سمی بصری بود که تمام در واقع تصاویر و سخنرانی‌های خامنه‌ای رو پوشش میده از طریق خود ایشون، از طریق دفتر رهبری، عکس، صدا، تصویر. این قبل از زمانیه که سایت دفتر رهبری تأسیس بشه. یه پوشش کامل بده و اگه قرار باشه عکس، مواد خام اولیه چیزی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره، طریق بیت رهبری باشه و اتفاقا تیترها و سو تیترها رو خود بیت رهبری انتخاب بکنه. اون زمان برای من صحبت خامنه‌ای معنی نداشت، اما در ادامه وقتی که به وجود من این واحد رو دیدم فهمیدم که اون نارضایتی در دراز مدت تبدیل شده به این واحد سمی بصری و در ادامه که با تکنولوژی روز، اینترنت، از تمام فضای مجازی سعی می‌کنه بیشتر استفاده رو بکنه. آیا بوده که مثلا از طرف بیت آقای خامنه‌ای، نمیدونم پسر آقای خامنه‌ای یا هر چیزی بخوام به نوعی شما رو حالا تهدید بکنن که صحبت نکنید یا این اطلاعات رو جایی مثلا نگید، همچین چیزی؟ بله، بارها این اتفاق افتاده. دو مورد خاصش رو من مثال میزنم برای اینکه روشن‌تر بتونم راجعش صحبت بکنم. مصطفی خامنه‌ای در سالگرد فوت پدربزرگ من به مادرم میگه که اگر حمیدرضا یا به تعبیر ایشون مسعود این روند رو بخواد ادامه بده، بخواد به این فعالیت سیاسیش ادامه بده، بخواد به این موضوعگیریش ادامه بده، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست که در فرانسه در یک تصادف رانندگی کشته بشه. کی میگه؟ دقیقاً نوروز 90 در سالگرد فوت پدربزرگم مادرم رو به کناری میکشه و راجع به این مسئله صحبت میکنه که خب گفتن این مسئله به یک مادری که فرزند راه دور داره واقعا کار جوانمردانه‌ای نیست، منتها به حال یه تهدید رسمیه. و یک مورد دیگه محمد خامنه‌ای با واسطه به مادرم میگه که هیچ چیز بعید نیستش که مسعود سر این راه جونش رو از دست بده و بگید که این کار رو نکنه. و حتی مصطفی به مادر بزرگ من میگه که اگه بخواد مسعود برگرده میتونه برگرده، ما براش اماننامه میگیریم، حتما فریب یک دستجات سیاسی رو خورده یا در واقع تحت تاثیر یک فرد یا گروه خاصی قرار گرفته که این موضوع گیری کرده. بارها
با واسطه و بی واسطه مستقیما با خانواده من تماس گرفتن و این موضوع رو مطرح کردن. و نکته خیلی مهمی که این مسئله وجود داره اینه که این موضوعگیری اول در سال نوروز در اسفند 89 اتفاق افتاد. بعد از تعطیلات نوروز 90 یک خشم و یک تعجب خیلی زیادی در خانواده اتفاق افتاده بود و واکنش‌ها بسیار واکنش‌های رادیکال و خشنی بود به خانواده من و بسیار بسیار مورد تعجب همگان و مورد خشم خانواده رهبری من قرار گرفتم، خودم و خانواده‌ام. و از اون مقطع بعد کاملا خانواده ما رو طرد کردن و هیچ ارتباطی دیگه وجود نداره. آقای محمد خامنه‌ای که 30 سال به هیچ عنوان هیچ مصاحبه سیاسی انجام نداده بودن، بلافاصله بعد از این موضع‌گیری که من خوشحالم از این اتفاق، مصاحبه میکنه و راجع به سابقه تاریخی خودش یه سری دروغ رو سرهم میکنه و در واقع تاریخ سازی میکنه برای اولین بار، برای اینکه نشون بده بنیاد حکمت اسلامی صدرا یک بنیاد علمیه و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیکنه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و کسایی که در جریان هستن میدونن که این بنیاد داره چیکار میکنه. یه جور در واقع وادار به واکنش شدن و این نشون دهنده واقعا پسر آقای خامنه‌ای شما رو تو فرانسه به این شکل با پیغام پسخام تهدید میکنه؟ بله، چند هفته تا چند ماه من محل سکونتم رو، محل جابجاییمو اطلاع نمیدادم. حتی اگه با ایران صحبت میکردم وقتی میرسیدم به جایی میگفتم جایی هستم، یا اگه جایی میخواستم برم با تاریخ و ساعت متفاوت میگفتم برای اینکه بتونم حداقل امنیت داشته باشم. بله، مستقیما این جمله رو مصطفی مادر من گفته و حتی بارها پیش مادر بزرگ من رفتن، خواهر آقای خامنه‌ای، و بهشون گفتن که تشویق کنید که برگرده و اگه برگرده اتفاق خاصی براش نمیفته. در صورتی که این موضع‌گیری یه جور اعلام براءت بوده، در واقع چیزی بودی که همیشه پس ذهن من وول می‌خورده و منو اذیت می‌کرده. اگه من می‌خواستم برگردم به ایران، اگه من می‌خواستم این شرایط رو تحمل بکنم، اساساً همچین کاری نمی‌کردم، چرا که هیچ وقت آدم سیاسی نبودم، منفعت سیاسی نداشتم و درگیر مسائل سیاسی نبودم که بخوام الان موضع‌گیریم به خاطر تضاد منافعی باشه که با حکومت اسلامی پیدا می‌کنم. من یه سری مشاهداتم رو مطرح کردم و می‌کنم و هر جا لازم باشه بازم تکرار می‌کنم برای اینکه بگم اون تصویر آسمانی و رویایی که از آقای خامنه‌ای ساختن تصویر واقعی نیست. یک آدم کاملا زمینی با خصوصیات کاملا بشری به معنی ضعف و قوت هر دوش و اساسا در این مقیاس آقای خامنه‌ای نمی‌گنجه. تمام مادی و معنوی رسانه‌های ایران برای اینه که از این آدم یه تصویر دیگه بسازن. اینجوری نیست واقعا. اگه من دارم اینا رو مطرح می‌کنم در درجه اول به خاطر براءت از این خانواده است، موضع خودم رو کاملا مشخص بکنم و بعد کمک بکنم که این آدم رو واقعی‌تر ببینیم. آقای خامنه‌ای رو زیادی بزرگ جلوه دادن، غولش کردن و سیاه نشون دادن، اگرچه مسئولیت همه کاراشو باید به عهده بگیره، اما انگار که با بزرگ کردن این آدم، با غول کردن این آدم، ما یه جورایی راه حل رو دست نیافتنی می‌بینیم. یعنی فکر می‌کنیم که این آدم همیشه زنده است، همیشه میمونه و این سیستم قراره همچنان ادامه پیدا بکنه. در صورتی که به نظر من اگر به این باور واقعی برسیم، به این تصویر واقعی تو ذهنمون شکل بگیره که این آدم یه مثل بقیه آدما در دو سر طیف، چه اونایی که فرشته میدونن چه اونایی که قول فرض میکنن، و این هیمنه این آدم بشکنه، به نظر من راحت‌تر میتونن با این معضل بزرگ جامعهمون